تصور کنید ناسا همین امروز اعلام کنه که موجودات فرازمینی رو پیدا کرده. باکتری در مریخ، ماهی‌های بیگانه عجیب در اقیانوس‌های قمر اروپا و همچنین بقایای سازه‌های باستانی در قمر تیتان. به نظرتون فوق‌العاده نیست؟ خب نه. این خبر خیلی وحشتناکیه. چنین خبری میتونه به معنی این باشه که نابودی بشریت تقریباً قطعیه و احتمالاً به زودی اتفاق میفته. چرا هیجان انگیزترین کشف تاریخ انسان میتونه اینقدر بد باشه؟ تو این ویدیو با من همراه بشین تا دلیلش رو براتون توضیح بدم. صرفا برای یادآوری بگم که پارادوکس فرمی میگه با وجود گستردگی جهان هستی و عمر طولانی کیهان و وجود میلیاردها سیاره قابل سکونت، چرا هیچ اثری از زندگی فرازمینی نمیبینی؟ فیلتر بزرگ یکی از پاسخهای پارادوکس فرمیه. برای شروع باید یه نگاه اجمالی به فرایند فرگشت یا همون تکامل بندازیم. بیایید فرایند تکامل از شکل‌گیری حیات تا رسیدن به تمدن مدرن انسانی رو به صورت یه پلکان تصور کنیم. پله اول شکل‌گیری زندگیه. تو این مرحله عناصر بیجان باید با الگوهای مشخصی با هم ترکیب بشن تا زندگی رو به وجود بیارن. این ترکیب باید قابلیت تکثیر خودش رو داشته باشه، پایدار باشه و در عین حال انعطاف پذیر و قادر به تغییر و تکامل باشه. پله دوم پیچیده شدن موجودات زنده است. توی این مرحله موجودات تک سلولی با ساختارهای پیچیده‌تر و استفاده کارآمدتر از انرژی به وجود اومدن. پله سوم پله ترکیب سلول‌ها و شکل‌گیری موجودات چند سلولیه. با پدیدار شدن ساختارهای چند سلولی، تنوع گونه‌های حیات به میزانی باور نکردنی زیاد شد و موجودات جدید بسیار پیچیده‌تر شدن. پله چهارم تکامل انسان به عنوان گونه جانوری با مغز بزرگه. این مغز بزرگ امکان استفاده از ابزار رو ایجاد کرد و زمینه‌ای برای شکل‌گیری زبان، فرهنگ و به اشتراک گذاشتن دانش شد. پله پنجم تبدیل شدن انسان به گونه غالب کره زمینه. انسان‌ها تمامی خشکی قابل سکونت زمین رو تسخیر کردن و مطابق با نیازهاشون شکل و محیطش رو تغییر دادن و در حال استفاده از تمامی منابع موجود روی کره زمین هستن. از اونجایی که دیگه کشور و قاره‌ای روی کره زمین برای گسترش حیات باقی نمونده، قدم بعدی در گسترش تمدن انسان‌ها سفر به سیارات دیگه است. اونطوری که تاریخ زمین شناسی به ما نشون میده، انسان هم مثل دایناسورها اگر بخواد همیشه روی زمین بمونه، از خطر در امان نیست. مثل شهاب‌سنگ بزرگی که به زمین برخورد کرد و همه دایناسورها رو از بین برد، یه فاجعه بزرگ کافیه تا انسان‌ها هم منقرض بشن. راهکار مقابله با این مشکل تبدیل شدن انسان به گونه‌ای چند سیاره‌ایه. به همین دلیل این پلکان دو پله فرضی دیگه هم داره. پله ششم تسخیر منظومه شمسیه. تو این مرحله انسان به دیگر سیارات منظومه شمسی سفر میکنه و محیطشون رو قابل سکونت میکنه و از منابع بسیار زیادی که به دست میاره برای پیشرفت هرچی بیشتر تکنولوژی استفاده میکنه. پله آخر هفتم که به نظر میاد نقطه پایانی برای یک تمدن باشه و امکان جاودانگی رو برای یک گونه فراهم کنه، تسخیر کل یک کهکشانه. با این همه ما هیچ اثری از یک تمدن کهکشانی نمیبینیم. خیلی تلاش کردیم اثری پیدا کنیم، اما چیزی وجود نداره. کل کیهان خالی و مرده به نظر میرسه. انگار یه چیزی مانع بالا رفتن موجودات زنده از پله های این پلکان میشه، به خصوص بالاتر از پله پنجم که انسان‌ها در حال حاضر بهش رسیدن. مانعی که تبدیل شدن به یه تمدن کهکشانی رو خیلی سخت یا حتی غیر ممکن میکنه. به این مانع میگن فیلتر بزرگ. چالش یا خطری که غلبه بهش اونقدری سخته که هر گونه ای از موجودات که تا به حال بهش برخورد کردن رو از بین برده. دو تا سناریو وجود داره. معنی یکیشون اینه که ما فوق‌العاده خاص و خوششانسیم و دیگری به این معنیه که گونه انسان محکوم به فناست و همین حالا هم باید مرده فرضش کنیم. اینکه کدوم سناریو رو بپذیریم به این بستگی داره که فیلتر رو کجا فرض کنیم. روی پله‌هایی که پشت سر گذاشتیم یا پله‌هایی که پیش روی خودمون می‌بینیم. سناریو اول، فیلتر پشت سر ماست. ما اولین هستیم. اگه فیلتر پشت سرمون باشه به این معنیه که یکی از مراحل تکامل که تا حالا گذروندیم تقریباً غیر ممکن بوده. به نظرتون این فیلتر توی کدوم مرحله است؟
شکل‌گیری زندگی خودش به شدت موضوع پیچیده‌ایه که روش هیچ اتفاق نظری وجود نداره. گروهی از دانشمندان معتقدن که هر جایی که شرایط فراهم باشه زندگی شکل میگیره. اما گروه دیگه معتقدن زمین از این نظر منحصر به فرده و تنها نقطه‌ای از دنیاست که حیات روش شکل گرفته. یه نکته‌ای هم جا داره اشاره کنم که دانشمندای گروه اول هنوز نتونستن تو محیط آزمایشگاهی شرایطی رو فراهم کنن که زندگی از عناصر مرده به وجود بیاد. پله سوم یعنی پله شکل‌گیری حیات چند سلولی هم کاندیدای بسیار خوبی برای فیلتر بزرگه. توی فرآیند تکامل روی کره زمین یه اتفاق بسیار خاص تو این پله رخ داده و تا جایی که میدونیم فقط یک بار هم رخ داده. توی این مرحله یه سلول شکارچی یه سلول کوچیکتر از خودش رو قورت داده، اما به جای اینکه ببلعتش و ازش تغذیه کنه این دو سلول با هم یه اتحاد تشکیل دادن. سلول بزرگتر پناهگاه سلول کوچکتر شده و مسئولیت تعامل با محیط و فراهم کردن منابع رو به عهده گرفته و در مقابل سلول کوچکتر با استفاده از خونه جدیدش و مواد مغذی رایگانی که بهش رسیده تمرکزش رو گذاشته روی تولید انرژی برای میزبانش. با این انرژی مازاد سلول میزبان تونسته از حالت معمول خودش خیلی بیشتر رشد کنه و با کمک سلول کوچیک مکانیزم‌هایی رو توی خودش توسعه داده که برای یه سلول تنها امکان پذیر نبودن. تمامی حیوانات روی کره زمین در حال حاضر سلول‌های چندبخشی این چنینی دارن. شاید میلیاردها سیاره تو کهکشان راه شیری وجود داشته باشه که پر از باکتری و حیات تک سلولی باشن، اما حیات پیچیده هیچ وقت روشون شکل نگرفته باشه. تکامل گونه مغز بزرگ هم میتونه جایگاه قرار گرفتن فیلتر بزرگ باشه. مغز بزرگ از دیدگاه تکاملی یه سرمایه‌گذاری بسیار پرهزینه است. مغز به شدت آسیب پذیر و شکننده است. توی درگیری فیزیکی با موجودات قوی‌تر مثل یه خرس به هیچ دردی نمیخوره و برای کار کردنش هم به میزان بسیار زیادی انرژی نیاز داره. برای همین میتونیم تکامل موجودات مغز بزرگ رو بسیار نادر بدونیم. تازه با این مغزهای بزرگ هم انسان مدرن به 200,000 سال زمان نیاز داشت تا از ساخت چوب‌های نوک‌تیز برای شکار برسه به شکل دادن تمدن امروزی. علاوه بر این از عمر حیات رو زمین چند میلیارد سال میگذره و تمدن ما نهایتاً 10,000 سال عمر داره. پس شکل‌گیری و بقای تمدن هم خودش میتونه پله‌ای باشه که فیلتر بزرگ قبلش قرار گرفته. سناریوی 2، فیلتر جلوتر از ماست. یعنی بسیاری از گونه‌های هوشمند تو سیارات دیگه قبل از ما مردن. فیلتر بزرگ پیش روی ماست و بسیار خطرناکتر از هر چیزیه که تا حالا باش برخورد کردیم. اگه یه فیلتر بزرگ واقعاً پیش روی ما باشه، باید انقدر خطرناک باشه، انقدر ویرانگر و قدرتمند باشه که اگه نگیم همه، اکثر تمدن‌های پیشرفته رو در کهکشان ما و در سراسر جهان هستی در طول میلیاردها سال نابود کرده. یه فرضیه ترسناک و ناامید کننده اینه که وقتی یه گونه کنترل سیاره خودش رو به دست میگیره تو مسیر خودکشی قرار گرفته. یکی از بهترین راه‌ها برای نابودی هم تکنولوژیه. جنگ هسته‌ای در مقیاس بزرگ، استفاده از مهندسی ژنتیک برای تولید خطرناکترین ویروس ممکن، هوش مصنوعی فوق‌العاده هوشمند که سازندگان خودش رو نابود کنه، یا هزار و یه چیز دیگه که هنوز بهشون دست پیدا نکردیم، همشون میتونن نقطه پایانی برای تمدن بشر باشن. بیان ساده ترش میشه این که گونه‌ای که بخواد به یه سیاره غالب بشه باید تا حد زیادی تهاجمی باشه تا گونه‌های دیگر رو کنار بزنه. این میزان از تهاجمی بودن باعث میشه در رقابت برای تسخیر منابع موجود در سیاره اون گونه خودش رو نابود کنه. اگه فیلتر بزرگ پیش روی ما باشه، شانس موفقیت اون در برابرش بسیار بسیار کمه. به همین دلیله که پیدا کردن زندگی فرازمینی وحشتناکه. هرچی گونه‌های حیات فرازمینی متنوع‌تر و پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر باشن، احتمال اینکه فیلتر بزرگ جلوی ما باشه بیشتر میشه. یادتون نرفته که اگه فیلتری وجود نداشت، ما با نگاه کردن به کیهان میتونستیم انواع و اقسام موجودات با تمدن‌های مختلف و سطوح مختلف تکنولوژی رو ببینیم، در صورتی که هیچ چیزی برای دیدن وجود نداره. یعنی یا موجود دیگه‌ای وجود نداره، یا اگرم وجود داره هیچ گونه‌ای از موجودات تا به حال موفق به تبدیل شدن به یک گونه چند سیاره‌ای یا گونه کهکشانی نشدن.
به همین دلیله که پیدا کردن باکتری تو سیارات دیگه بده، پیدا کردن حیوانات از اون بدتره، پیدا کردن حیات هوشمند نگران کننده و پیدا کردن آثاری از تمدن‌های فرازمینی نابود شده فاجعه آمیزترین خبر ممکن برای انسانه. بهترین سناریو برای ما در حال حاضر اینه که مریخ عقیم باشه، اقیانوس‌های قمر اروپا خالی از حیات باشن و پهنه کهکشان راه شیری پر از سیارات مرده باشه. این یعنی میلیاردها سیاره خالی وجود داره که کشفشون کنی و از زندگی پرشون کنی. میلیاردها خونه جدید که منتظر ما هستن تا بالاخره بهشون برسیم.